شما نه تنهایی که سرفیس واتر ما شما میبینید یا روی زمین که ما شما او میبینید که کمبوچ ده، بلکه اندرگراوند زیر زمین او ما شما کمبوچ ده و امو کمپتیشن میره. اولین ما تحقیقات در 29 ولایت که انجام دادیم در سال 2024 ما به این نتیجه رسیدیم که افغانستان در 29 ولایت در هر نقطه افغانستان که برین اونا با کمبود مواجه. مناطقی که زیاد آب داره دوجا مثال دریا می باشه دوجا آب می باشه بعضی منوز اما دریاشان کمبود شده میره. بلند رفتن درجه حرارت، تغییر در شکل بارندگی، کاهش محصولات زراعتی، حیوانی و نباتی، ذوب یخچال‌های طبیعی، از بین رفتن تنوع حیات، اینا از جمله پیامدهای هستند که افغانستان را، سکتورهای اقتصادی افغانستان را مورد تهدید قرار داده. این نمیشه که ما میپاشیم یا مثلا 40 سیر 50 سیر هیچ بلش نمیده. خوشحالم خشک میشه دیگه قاق میشه. اونم گندم هم سوختگی و زنبل هم سوختگی و دیگه داست میگیریم دیگه میریم تا کنجای خانواد دراوگیری میکنیم. از روزی که ما هوشیار شد رفتیم 2 سال بعد 10 سال بعد خوشحال داشت میره دیگه خوشحال میشه. سال لال مگه شو اگه بارش کرد خوب نشد لال سوخته میره. مشکلات بسیار مشکلات است. فعلا در خانه برو یگان پیچه سفید یگان نفر یگان مرد باشه دیگه می زنده جان کمی در جان خودش یک کمی کارگر در منطقه پیدا نمیشه. کلش طرفی برو اجرات که برو مجبور دیگه مردم دیگه یک رقم نکنه دیگه مردم اجرات کنه یک برو دیگه مجبور دیگه اگر نرو میخوین مشکلات است دیگه تمام